از طلا بود و ساخته شده بود برای ابزارالاتی که نیاز اون زمان بود. در دوره‌های بعد وقتی که نگاه می‌کنیم به آثار معماری یزد، مخصوصاً از دوره آل کاکویی که در خود شهر یزد کاملاً مشهوده، و بعد در دوره ایلخانان یا در دوره آل مظفر که اینجا به پایتخت بخشی از ایران تبدیل میشه، در آثاری که ساخته میشه ما کارهای طلاکاری رو می‌بینیم. یعنی طلا در اون دوره اونقدر جایگاه پیدا میکنه که حتی در آثار معماری هم میاد، در نقاشی ها هم نقشش پررنگ میشه. در دوره تیموری اوج شکوفایی هنر طلاسازی است. یعنی ما بازار زرگری ما ایجاد میشه، بنیانش گذاشته میشه و زرگرها شروع میکنن به تولیداتی که اونقدر مشهور میشه که حکام و پادشاهان از اون آثاری که ساخته میشده برای هدیه به دیگر